سلام، من ماهیم و اینجا قصه شب به چنل من خوش اومدین. من اینجا تا هر شب یه قصه از یه گوشه ایران قشنگی براتون تعریف کنم تا چشماتون آروم بخوابه، با من همراه بشید. خب امشب اومدیم سراغ 3000 سال دوم. توی 3000 سال دوم چه اتفاق میافته؟ توی 3000 سال اول دیدیم که جهان شکل گرفت و اهرمن به زمین یک حمله ناموفقی داشت و در زمین زندانی شد. توی 3000 سال دوم چه اتفاقی میفته؟ توی 3000 سال دوم اهریمن که اولش روی زمین به بند کشیده شده بود و حبس شده بود به سرزمین تاریکی برمیگرده و شروع میکنه به ساخت یک لشکر بزرگ از دیوان هولناک. اهورامزدا اینجا میبینه که نه، اگه اینجوری ادامه پیدا کنه اصلا به نفعش نیست. میاد چیکار میکنه؟ میاد با استفاده از نیروهای خودش اهریمن رو به خواب میبره و یک آرامش موقتی رو برای هستی میسازه. در همین وقته که تمام هستی دوباره از نو شکل میگیره، گسترش پیدا میکنه. از یک قطره تمام آبهای پهناور، از اولین گیاه ایوداد و اولین انسان که گیومرد باشه، تمام انسانها، حیوانات و گیاهان شکل میگیرن و آسمان از جنس سنگ یا به شکل یک زره فولادی ساخته میشه تا از زمین در برابر موجودات اهریمن به خواب رفته دفاع کنه. حالا ما اینجا لازمه که بریم یه نگاهی بندازیم به لشکریان اهرمن و لشکریان اهورا که ببینیم اصلا از کیا تشکیل شدن. ما یه اشاره کردیم که لشکریان اهورامزدا کیان، اما اصلا به لشکریان اهرمن اشاره ای نکردیم. الان میریم سراغ لشکریان اهورا. خب ما در مورد همشاسپندان قبلا صحبت کردیم، اما اینجا چون بحث لشکریان اهورامزداست میایم خیلی دقیق و ریز میپردازیم به تک تکشون. بهمن یا وهومنه به معنای اندیشه نیکی که جایگاه ویژش بین ایزدان در سمت راست اهورامزدا و به نوعی مشاور اون محسوب میشه. اون نگهبان حیوانات و مظهر خرد اهورامزداست. وظیفه اون اینه که اندیشه نیک و امید رو به ذهن انسان‌ها ببره و اونها رو به سوی آفریدگار هدایت کنه. این همشاسپند مذکر یا نرینه است و در انتهای هر روز گزارشی از اندیشه، گفتار و کردار مخلوقات اهورامزدا تهیه میکنه و در اختیار اون قرار میده. دومین همشاسپند اردیبهشت یا اردیبهشت یا اشوهیشته نام داره، به معنای بهترین اشه یعنی راستی، که زیباترین همشاسپندان محسوب میشه. اون نماد نظم و قانون طبیعته و سخن درست گفته شده، آیین خوب برگزار شده، گندم به سامان رشد کرده و غیره نمادی از قدرت اردیبهشت هستن. این همشاسپند نرینه است و نه تنها وظیفه نظارت و برقراری نظم و عدالت توی مسائل دنیا رو به عهده داره، بلکه توی دنیای بعد از مرگ هم مراقبه که خطاکاران رو بیش از حد تنبیه نکنن. همشاسپند سوم شهریور یا شخصرا وسیریه نام داره. امیدوارم اسمو درست خونده باشم، اسمش خیلی سخته. به معنای پادشاهی و سلطنت مطلوب، مظهر توانایی، شکوه و قدرت اهورامزدا. در دنیای مادی اون نماد پادشاهی عادل و درستکار و در دنیای معنوی نماد فرمانروایی بر بهشته. تمامی فلزات نماد شهریور بر روی زمین هستن و ایزد بیچارگان و درماندگان محسوب میشه. طبق اساطیر ایرانی این همشاسپند نرینه است و در زمان پایان هستی با جاری کردن فلزات گداخته سرنوشت انسانها رو مورد آزمون قرار میده که این برمیگرده به آزمون آهن در فرهنگ ایرانی که میپردازیم بهش در آینده. همشاسپند بعدی اسپندارمد یا سپنتا آرامیستی نام داره، به معنای صبر و حوصله، نماد زنانگی و دختر اهورامزداست که در مقر ایزدان در سمت چپ اهورامزدا میشینه. اون الهه زمین و نماد تحمل و بردباریه. عشق، شادی، کشت و کار و پرورش گیاهان و چهارپایان اون رو خوشنود میکنه و دزدی و قتل و دشمنی بر روی زمین اون رو آزرده میکنه. اونه که مانند زمین تمام رازها و بارها رو تحمل و حفظ میکنه. همشاسپند بعدی خرداد یا اعوروتات نام داره، به معنای کمال و تمامیت، مظهر نجات بشریت. این همشاسپند مادینه است و نگهبان آب و شادمانی طبیعت. همشاسپند قبلی هم که مادینه بود دیگه، دختر اهورامزدا بود. همشاسپند بعدی مرداد یا امرتات نام داره، به معنای جاودانگی و بیمرگی که تجلی قدرت رستگاری و جاودانگی اهورامزدا محسوب میشه.
این امشاسپند مادین است و به همراه خواهرش خرداد همواره در کنار هم هستن و مسئولیت رویش، جریان و حرکت زندگی رو بر عهده دارن. سپندمینو یا سپنتمینیو نماد اصلی اهورامزدا و روح و اندیشه مقدس اونه. اون تنها ایزدیه که خصوصیتی از اهورامزدا رو به ارث برده که در اختیار هیچ ایزد و موجود دیگه توی هستی قرار نداره. اونه که روح زندگی رو توی موجودات و مخلوقات میدمه و حیات مقدس رو به مخلوقات عطا میکنه. این بود از امشاسپندان. میریم سراغ گروه دیگه‌ای به نام ایزدان. امشاسپندان همراه اهورامزدا محسوب میشن که به اون برای آفرینش ایزدان بعدی کمک میکنن. اهورامزدا که از نبرد قبلیش با اهریمن آگاه بود، لازم میدونه که ارتشی از ایزدان خلق کنه که بتونن در مقابل دیوهای کوچیک و بزرگ ارتش اهریمن مقابله کنن. تعدادی از این ایزدان آیین زرتشتی ریشه مشترکی با خدایان کهن ایرانی دارن. خدایانی آسمانی نظیر مهر یا میترا که خورشید، ناهید یا آناهیتا که خدای آب و عشق، رشنو خدای عدالت، سروش ایزد نظم و فرمان برداری، وای خدای باد، تیشتر خدای آب و باران، بهرام خدای جنگ و رپیسوین فکر میکنم خدای گرما و هوای خوش و دیگر خدایان زمینی مانند ایزد آتش و ایزد هوم که گیاه درمانگریه و در این دوره بعد از خلقت امشاسپندان خلق شده و قدرت‌های منحصر به فردی از امشاسپندان و اهورامزدا به ارث میبرند. این ایزدان توی اساطیر ایرانی از لحاظ ظاهری ویژگی‌های عجیب و منحصر به فردی دارن. برای مثال ایزد مهر 1000 گوش و 1000 چشم داره و ایزد بهرام قادر به شکل‌های مختلفی در بیاد و تبدیل بشه. ایزد بهرام در آیین کهن رهبر گروه دوم خدایان یا همون دعوه هاست. دعوه نمیدونم این چیز نداره، سخت بخونمش، که انتظار میره در آیین زرتشتی به دیو و دشمن امشاسپندان تبدیل بشه، اما دیوی دیگر با خصوصیات اون در لشکر اهریمن پدیدار شده و بهرام به عنوان یکی از قدرتمندترین ایزدان در ارتش اهورامزدا باقی میمونه. همچنین 3 ایزد یعنی ایزد مهر یا میترا، سروش و رشنو یا رشن با یکدیگر هیئت داوران روز قضاوت رو تشکیل میدن. این بود از لشکریان اهورامزدا. میریم سراغ لشکریان اهرمن. 2000 years later. داستان داره جالب میشه. میریم شروع میکنیم از یه ذره قبلتر گفتن. اهریمن اصلا کیه؟ اهریمن یا انگرمینو سرچشمه تمام بدیها و سالار دیوانه. اون نقطه مقابل اهورامزدا یعنی سرچشمه نور و پاکیه. مهمترین ویژگی‌های اهرمن ویرانگری اونه که طبق اساطیر ایرانی در تمام برهه‌های زمانی و مکانی حاضره. جایگاه اهرمن که سرکرده تمام دیوان هستی بوده و لقب اون دیوان دیوه مطابق اساطیر ایرانی در زیر زمین و جهان تاریکی به سمت اپاختر یا جهت جغرافیایی شمال قرار داره. اون هم مانند اهورامزدا قادر به آفرینشه و در برابر مخلوقات زیبا و نورانی اهورامزدا موجوداتی زشت و بدذات رو خلق میکنه که جهان رو به سمت ویرانی و تباهی میبرن. اهرمن توی قرارمداری که با اهورامزدا برای نبرد عظیم گذاشته به سرزمین تاریکی برمیگرده و شروع به خلق دیوها میکنه. دیوهایی که نماد بیماری، مرگ، درد، گندیدگی، زمستان یا تابستان سخت، خشکسالی، گرسنگی، سست باوری، ناهنجاری‌های اخلاقی و سایر گناهان هستند. میریم سراغ دیوان اصلی. 7 سردیو. اهریمن با آگاهی از آفرینش امشاسپندان که در روایاتی 7 و در روایاتی 6 تا هستن که ما گفتیم هفتمی سروشه، سرکرده دیوها یعنی سردیوان یا کمالگان رو خلق میکنه تا هر یک قدرت مشابه یکی از امشاسپندان داشته باشن و توانایی مقابله با آنها در جهت تباهی و سیاهی رو داشته باشن. دیو اول اکومن یا اکمنه نام داره، نماد بداندیشی و افکار ناامیدانه و منفی. اون دشمن بهمن و پیام‌آور اهریمنه. به اینا اشاره کرده بودیم قبلا. اندر یا ایندره دشمن اردیبهشته. دیوی نیرومند که در آیین کهن صفاتی مشابه بهرام و مهر داره، اما در آیین زرتشتی دیویه که مانع برقراری نظم و بازدارنده خلقت موجودات نیکو میشه. در آیین زرتشتی اعتقاد به اونه که این دیو مانع بستن کمربند مخصوص و مقدس زرتشتیان در سن تکلیف زنان و مردان میشه. دیو سوم ساول یا سروه نام داره که دشمن شهریور اون نماد پادشاهی و ظلم و ستمه.
این دیو ریشه در اساطیر هندی داره و با نام رودره یا سروه در اساطیر هندی هم حضور داره. ناهیه یا نانگهیسیه دشمن اسفنده که با نماد نارضایتی و بازدارنده مخلوقات از قناعت، شکم پرستی شکل میگیره. این دیو هم تجسم یکی از موجودات شر توی اساطیر هندی به نام ناستیه است. تیریز یا تعیری دشمن خرداده که گیاهان و دامها رو دچار بیماری و آفت میکنه. چقدر هم شکلش ترسناکه. زیریز دیو بعدیه که زئیری هم بهش میگن. دشمن مرداد و نماد زهر و سمهای کشنده است. دیو هفتم، سردیو هفتم در واقع در برخی روایات خود اهرمن و در برخی دیگر اعشمه نام داره که دیو خشم و غضبه که در نبرد خدایان برابر دیوان مقابل استپندمینو یا روح پاک اهورامزدا قرار میگیره. میرسیم به تا اینجا فقط دیوان نرینه رو بررسی کردیم، یعنی اینا همشون مرد بودن. میریم سراغ دیوان مادینه یا دروجان. علاوه بر سردیوان، اهرمن دیوهای مادینه ای رو هم خلق کرد که البته توی آثار باقی مانده از اساطیر ایرانی با طور دقیق نمیتونیم بگیم که کدومشون مادینه هستن، اما تعدادی از این دیوان مادینه که از اونها با نام دروجان یاد شده توسط اهریمن خلق میشن که تعدادشون محدوده اما نقش مهمی توی نبرد خدایان و سرنوشت هستی دارن. جه یا جهی مهمترین دیو زنی است که نقش ویژه در اساطیر ایرانی و آفرینش داره. اون نماد همه پلیدی ها و گناهان زنانه و روسپیگری است. در روایت اساطیری اون هم همسر و هم دختر اهریمن معرفی میشه که در نهایت اهریمن رو تشویق میکنه تا برای بار دوم به اهورامزدا یورش ببره توی هزاره سوم و چهارم که بهش میپردازه. در حقیقت اینجاست که اهریمن از خوابی 3000 ساله بیدار میشه و بر سر جهی بوسه میزنه و از این بوسه تمام گناهان و پلیدی های زنانه پدیدار میگرده. چقدر خوشگله این خانم. گوشاسب یا بوشینستا دیوزن خواب مفرط و تنبلیه که طبق اساطیر ایرانی دارای دست‌های بسیار درازه و زمانی که خروس به سپید دم شروع به خوندن میکنه اون تمام تلاش خودش رو میکنه تا جهان رو از بیداری و تلاش و کوشش باز داره. گوشاسب پلک ها را سنگین میکند و مردم را از برخاستن و سعی و فعالیت باز میدارد. میریم سراغ دیو بعدی. اودگ چه اسم عجیبی داره. دیوزنی که مادر 7 سردیو و ضحاک ماردوشه. اون مردم رو به سخن گفتن در مکان و زمانی که باید سکوت کرد وامی داره. یا خدا چقدر ترسناک. اینها دیوان مادینه بودن. میریم سراغ دسته بعدی دیوان قرار نیست تموم بشن. دیوان مرگ. سهمناکترین دیوهای اساطیر ایرانی دیوهایی هستن که با مرگ ارتباط دارن. این دیوها دیوان مرگ هم دارن که 4 تنن. استویداد یا استوهات نامش به معنای در هم شکننده و از هم جدا کننده استخوان هاست. اون تناب یا کمندی داره که از دور پرتاب میکنه و به گردن قربانی میندازه. اونه که موفق میشه کیومرث رو شکار کنه و بکشه. در اساطیر ایرانی گفته میشه که اگر استویداد به شما دست بزنه به خواب میرید و اگر سایش بر سر شما بیفته تب میکنید. اما وای به روزی که استویداد به شما نگاه کنه. تو عکس دیگه اینجا چشماش معلوم نیست چجوری میخواد نگاه کنه. ویزرش دیو بعدی. دستیار و همکار استویداد دیوه که بعد از اون که اربابش استویداد شخصی رو انتخاب کنه با روح او به مدت 3 شبانه روز در گیتی نبرد میکنه. اون بر دوزخ نگهبانی میده و قبل از ورود ارواح به اونجا اونها رو میترسونه و سپس روان مردگان رو با زنجیر تا پل چینود که محل قضاوت ارواح مردگان رو جدا کردن پرهیزگاران از گناهکارانه که گفتیم و از بلندترین قله البرز آغاز شده و تا عرش ادامه پیدا میکنه میکشه. وای بد. اون بعد از مرگ هر شخص وظیفه داره که روان و تن ایشان رو از هم جدا کنه. یه چیزای شبیه اسرائیله ولی خب اسرائیل فرشته است و این دیو. نسو یا نسوش دیوی که بر بدن انسان هنگامی که هنوز جان در تن دارد یورش برده و آن را در چشم به هم زدنی میگنداند و زمانی که بدن فاسد و گندیده شد روح که دیگر قادر نیست در این قالب پوسیده بماند از آن جدا میگردد. در حقیقت این دیو نخستین عامل مرگ است.
این دیوهایی که نام بردیم توی اساطیر ایرانی علت اصلی وقوع اتفاقات و رویدادهای مختلف روی زمینن. این دیوها به همراه پریهایی که توی اساطیر ایرانی از زاده‌های اهرمن به ذاتی ناپاک و شرور هستن، به فریب دادن انسان‌ها و صدمه زدن به مخلوقات اهورامزدا و ایزدان میپردازند. توی این ویدیو اومدیم هزاره دوم رو بررسی کردیم و با لشکریان اهورامزدا و دیوان آشنا شدیم. ویدیو خیلی طولانی شد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده یادتون نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید و من رو دوستاتون معرفی کنید. زنگولارم بزنید که پارت‌های بعدی تو راهه. تا یه شب دیگه و یه ویدیو دیگه. فعلا